عزیز جانم گوجوی خوشگله، تو ناز منی عزیز دلم، تو پسر گل منی جگر جان، پسر ناز منی عزیز بابا جانم، قربونت برم من پسر گلم، تو عزیز منی قربونت برم. امشب برات هیچی گیر نیاوردم عزیز جان، پای مرغ برات آوردم امشب قربونت برم، نتونستم بپزم عزیزم، فدای تو بشم من، خام برات آوردم عزیزم، قربونت برم، بیا فدای تو بشم، اینا رو بخور عزیزم، اینا رو بخور قربونت. امشب شرمنده‌تم منو ببخش تو رو خدا عزیز دلم، امشب شرمنده‌ت شدم قربونت برم من، بخور قربونت عزیزم، تو پسر گل منی، پسر ناز منی قربونت برم جانم، قربون چشمای خوشگلت برم عزیزم، قربون چشمای نازت برم عزیز دلم. کمرش شکسته، از بچگی زده، ماشین زده کمرش شکسته، ولی میتونه راه بره خدا رو شکر. من تازه پیداش کردم، اینجا تو گاراژه، الان تعطیله، اینجا گاراژ تعمیرگاهه، ماشین اینجا تعمیر میکنن. به اینم ایوون اصلا بهش نمیرسه، اصلا اگه من بهش قضا ندم هیچ کس قضا نمیده عزیز دلم جانم، پسر گلم. تا وقتی جوون بود دعوا مینداختنش، دعوا میکرد، همه بدنش زخمیه، اینا تعریف میکردم برام. الان هم که مقداری پا به سن گذاشته، کمرش دیگه ناقصه، انداختنش بیرون. من هر شب براش غذا میارم، الان نزدیک 3 ماه دارم براش هر شب غذا میارم. همینجا بیرون در گاراژ میشینه، سرما و گرما و بارون، حیوان با وفای بیچاره، با اینکه بیرونش کردن هنوز اینجا نشست با وفا. تو رو خدا اذیتشان نکن، شما رو به خدا قسم اذیت نکنید این فرشته ها، اینا هم مخلوق خداوندن. ممنونم.